گاهی با خودم فکر می‌کردم اگه این ور دنیا زندگی کنیم و شب یلدا نه انار داشته باشیم نه هندونه، اصلاً میتونیم یلدا رو برگزار کنیم؟ یلدا تنهایی یا 2-3 نفری بدون جمع بزرگی از دوستان یا خانواده. سالها پیش وقتی تازه مهاجرت کرده بودم همین سوالات توی ذهنم میچرخیدن. یه وقت انار پیدا میشد، یه وقت نه. هندونه که اصلاً محال بود. به نظر می اومد بیشتر آدما توی 2-3 روزی کل تمرکزشون رو روی خوردن انار و هندوانه و خوراکیای معمول یلدا و تزیین میزای مهمونی گذاشتن. اما من می دیدم یه چیزی کمه. حضور بچه ها خیلی کم بود. بچه ها انگار نقشی توی این جشن ها نداشتن. براشون برنامه و فعالیتی تعریف نشده بود. دلم میخواست حضورشون پررنگ باشه و بتونن معنا و مفهومی برای یلدا داشته باشن. حضور اونا میتونه یه معنا و مفهوم مضاعف به یلدا و با هم بودن بده. فکر میکردم حتما بچه ها دلشون میخواد توی همچین جشنایی مشارکت داده بشن و بیشتر از موضوع سر در بیارن. لازمه ما براشون معنا بسازیم. این شد که فکر کردم یه چیزی بسازم که هم بهونه خوشحالی باشه، هم بچه ها رو سهیم کنه توی این شب. یه جعبه پر از خاطره، قصه و ارتباط. یه هدیه که بچه ها رو هر جای دنیا که باشن به خانواده ها و ریشه هاشون نزدیکتر میکنه.